پیام دارم به همون مردهایی که دم از ناموس و غیرت میزنن، دم از اسلام و مسلمانی میزنن، ولی در پخش مستقیم با زنهای بیگانه صحبت ها میکنن. آهواه، شوخی ها، العیاذ بالله. این مردها و زنهای مسلمان به کجا رسیدن؟ سبحان الله. شما روزی حساب و جزا را فراموش کرده. این مردها با بعضشون ریشدار هستن، از دو طرف دختر هم در بالای پسل درست کشیدگی، همین مرد هم در بالای پسل درست کشیدگی صحبت ها میکنن، شوخی ها میکنن. آهواه اونها را ببینی. العیاذ بالله. همین گناهایی که میکنی اگر پنهانی میکرده گناهش سبکتر بود، ولی شما از الله نمیترسی که گناه در پیش چشم مردم میکنی. از الله نمیترسی. شما را به خدا قسم برادرهایی که ریشدار هسته و همین که در پوبلیک میبروی گناه میکنه، همین کاری که با دخترهای مردم میکنه، با خواهراتون، با دخترهاتون، با همسراتون همین کار روا میدونه. اگر شما را پرسم شاید بگه که من یگون دل نیتی بد قطعی صحبت نمیکنم، همچون اپا و برادر قطعی من صحبت میکنم. گفته بو گپ میزنه. شما را به خدا قسم یک مردی بیگانه قطعی خواهر شما، قطعی همسر شما همین خیلی با دل نیتی پاک گفته صحبت ها بکنه برای شما پسند است؟ از الله نمیترسه شما؟ والله قسم شما هسته که جامعه را به فساد میکشه. شما را دیده دیگر جوان ها عبرت میگیرن. از الله نمیترسه؟ برادرای عزیز، برادرای که ریشدار هسته همین کار را میکنه. اگر همین از الله نترسیده، شرم نداشته همین کار را میکنه کو خوبش همین ریشتونه بتراشه به همین کار را بکنه. از الله بترسه همین کارتونه نکنه. این جوان ها، این دخترها کو میلش که گپ در اونها کاره نداره. شما که مرده با غیرت دعوا میکنه که ما غیرت داریم و مسلمانی دم از مسلمانی گپ میزنه، خاک بر سر شما و مرده های ریشدار که شما با همین کار دست میزنه. ایتک همین خیل اسلام و ملاها همین خیل بدنام هستن. شما با ریش میبروی همین کار میکنه. از الله شرم بکنه. مرگ شما و مسلمان که همین خیلی بی حیایی و فساد در بین مسلمان ها پهن میکنه. شما چی را انتظار هسته در سر شما سنگ بباره بعد شما از این کار گناه تو پرهیز میکنه؟ از الله شرم بداره. برادرای عزیز، شما اصلاح شده همین دخترها اصلاح میشوند.